با چند قلم مواد ساده و بدون پخت و مهارت خاصی میتونی ژله هندوانه جذاب و خوشگل رو درست کنی که نتیجهش عالیه. کافیه ژله قرمز رنگ رو با آب جوش ترکیب کنی، بعد بنماری کنی و اجازه بدی کامل خنک شه. شیر همدمای محیط رو بهش اضافه کنی و اگر دوست داشتی که یه مقدار رنگ بیشتری داشته باشه، ژله قرمزی که با آب ترکیب کردی رو کم کم بهش اضافه کن تا به رنگ دلخواه در بیاد. تو از همین ظرفایی که تو آشپزخونه هممون هست که چرب کردین بریزین و بذارین یخچال ببنده. برای رنگ سبزم ژله سبز رو با یه کوچولو رنگ خوراکی و آب جوش ترکیب و اجازه بدین کامل خنک بشه. بعد بستنی شل شده تو محیط رو بهش اضافه کنین. یه سینی بردارین، نایلون بذارین روش، کمی چرب کنین و بریزین داخل و اجازه بدین تو یخچال ببنده. این از ژله قرمز رنگمون که کامل بس همینقدر راحتم در میاد. حالا به اندازه ارتفاع ژله قرمز سبز رو برش میزنیم. اینم میشه ضخامتش. بعد هم به همین راحتی بلند کنین و دورش رو فیکس کنین. برای دور دومش هم کنار قبلی قرار بدین و فیکس کنین. برای دونه هاش هم شکلات اشکی و با قلمو و رنگ خوراکی هم خطوطش رو بندازین. اینم از ژله جذاب خوشگلمون آماده شد.